سلام بچه های قشنگم، دختر خانوما، آقا پسرا. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. امروز با دومین قصه از قصه های مامان مهمون شما هستم. بریم با هم دیگه قصه رو گوش کنیم. یکی بود یکی نبود، توی یه جنگل بزرگ یه موش کوچولویی زندگی می‌کرد که عاشق ماجراجویی بود. همیشه دوست داشت کارهای هیجان انگیز انجام بده. یه روز که موش کوچولو داشت توی جنگل قدم می‌زد، یهو آقا شیره رو دید که زیر یه درخت بزرگ که سایه خنکی هم داشت خوابیده بود. چه خواب عمیقی هم بود. یهو این موش کوچولو یه فکری به ذهنش رسید. گفت چطوره برم با آقا شیره یه خورده شوخی کنم. رفت به طرف آقا شیره. گفت حالا چی کار کنم؟ اول گفت ببینم آقا شیره واقعا خوابه یا فقط چشاشو بسته. رفت یه خورده دم آقا شیره رو کشید. بعد دید نه، آقا شیره چششو باز نکرد. فهمید که واقعا خوابه. گفت حالا چی کار کنیم که یه کوچولو آقا شیره رو اذیت کنیم، یه خورده باهاش شوخی کنیم. رفت یه خورده گوش آقا شیره رو کشید. آقا شیره یه لحظه احساس کرد گوشش داره میخاره. با پاش یه خورده گوشش رو خاروند. با خودش فکر میکرد این دیگه چی بود به گوش من خورد، گوشمو اینجوری میخارونه. بعد موش کوچولو رفت گردنش رو یه خورده ناخنک زد، یه خورده قلقلکش داد. دوباره آقا شیره سرش تکون داد و دوباره خوابید. دفعه سوم موش کوچولو گفت آهان حالا فهمیدم چی کار کنم. فکر میکنید چی کار کرد بچه ها؟ سیبیل آقا شیره رو کشید. ولی نمیدونست آقا شیره چقدر رو سیبیلاش حساسه. آخه دردش میگیره. آقا شیره یهو چشاشو باز کرد. عصبانی بلند شد. گفت داری چی کار میکنی موش کوچولو از عصبانیت آقا شیره ترسید. گفت ببخشید من منظوری نداشتم، فقط میخواستم باهات شوخی کنم. آقا شیره گفت یعنی چی میخواستی با من شوخی کنی؟ تو موش کوچولو به این کوچیکی با من که سلطان جنگلم میخوای شوخی کنی؟ الان که میگیرمت میخورمت. دستشو آقا شیره آورد بالا سر موشی که بگیرتش موشه رو. موشه ازش باز معذرت خواهی کرد و گفت آقا شیره لطفاً با من کاری نداشته باش، من قول میدم بهت یه روزی این محبتتو جبران کنم. آقا شیره یهو از شنیدن این حرف موشی خندش گرفت. گفت آخه تو به این کوچیکی میخوای برا من چی کار کنی؟ تو مگه میتونی برا من کاری انجام بدی؟ بعد همینطور که داشت به حرف موشی میخندید از موشی دور شد. موشی با خودش گفت خدا رو شکر که دست از سرم برداشت، ولی من یه روزی این محبت آقا شیره رو جبران میکنم. گذشت تا اینکه یه روز که موشی داشت تو جنگل دنبال غذا میگشت برای خودش، یهو یه صدایی از دور شنید. با خودش گفت چقدر صدا شبیه آقا شیره است، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ بعد صدا رو دنبال کرد تا نزدیک آقا شیره رسید. دید ای وای، آقا شیره افتاده تو تله شکارچی، دست و پاهاش پر از طناب شده، طناب پیچ شده قشنگ. بعد رفت پیش آقا شیره گفت سلام آقا شیره، چی شده؟ چطوری افتادی تو تله؟ آقا شیره گفت من نمیدونم، اصلا تله پیدا نبود، زیر برگا قایمش کرده بود این شکارچی بدجنس. یهو دست و پاهام پیچیده شد به طناب
گیر افتادم. حالا هرچی تلاش میکنم نمیتونم این گره ها رو باز کنم. موشی با خودش فکر کرد چطور میتونه الان برای آقا شیره یه کاری انجام بده و با خودش گفت الان وقتشه که محبت آقا شیره رو جبران کنم. به آقا شیره گفت اصلا نگران نباش، من تو رو نجاتت میدم. آقا شیره گفت آخه چطوری؟ میخوای چیکار کنی؟ تو که زوری نداری. گفت ولی دندونای تیزی دارم. الان تمام این طنابا رو برات میجوام. شروع کرد به جویدن طنابا. تمام طنابا رو از دست و پای آقا شیره جدا کرد. همشون رو جوید. آقا شیره خیلی خوشحال شد و چقدر تعجب کرده بود که موشی تونسته برای اون کاری انجام بده. اصلا هیچ وقت فکرشو نمی‌کرد که یه موش کوچولو بتونه به قوی ترین حیوان جنگل کمک کنه و جونشو نجات بده. به موشی گفت ازت خیلی ممنونم، تشکر میکنم ازت. من اصلا فکر نمی‌کردم تو یه روز بتونی اینقدر به من کمک کنی. موشی گفت خواهش میکنم آقا شیره، تو هم یه روزی به من لطف بزرگی کردی. این کمک امروز من به جبران لطف قبلی تو بوده. آقا شیره باز از موشی تشکر کرد و موشی رو بلند کرد و روی سر خودش گذاشت و با هم دیگه حرکت کردن رفتن. دیگه از اون به بعد موش کوچولو و آقا شیره سلطان جنگل 2 دوست خیلی صمیمی برای همدیگه بودن. آره بچه ها، اینم از داستان امروز. داستان امروز بهمون نشون داد از دوستایی که حتی انتظارشو نداریم میتونیم چه کمک‌های خوبی دریافت کنیم. داستان امروزمونم تموم شد. امیدوارم که از داستان امروزمون خوشتون اومده باشه. تا یه داستان دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. خداحافظ.